دوستان عزیزم سلام. تو مرحله اول داخل تابمون روغن میریزیم، سوسیس‌های حلقه‌ایمون رو میچینیم و اجازه میدیم که یه طرفش سرخ بشه. بعد از اینی که طرف اول سرخ شد برشون میگردونیم و طرف دیگر رو سرخ میکنیم. توی مرحله بعدی گوجه‌های حلقه‌ایمون رو میچینیم و در کنارش فلفلای دلمه‌ای رنگیمون رو میذاریم. بعد از اینی که سرخ شدن، سوسیس‌های حلقه‌ای سرخ شدنمون رو روی گوجه و فلفل دلمه‌ای میچینیم. تو مرحله بعدی ادویه‌مون رو با 2 عدد تخم مرغی که داریم مخلوط میکنیم، هم میزنیم و روی موادمون که روی تابه گذاشتیم میریزیم و اجازه میدیم که تخم مرغ خودش رو بگیره. بعد از اینی که مواد خودش رو گرفت یه ذره تکونش میدیم و یه ذره هم یه در کوچیک روش میذاریم که روی تخم مرغ هم پخته بشه. نوش جونتون، املت کیکی ما حاضر شد.